اون چیز نیست ما. آقا علی نه کی میه؟ 1 ساعت منتظرم. با من آماده شیم بریم دیت. خب مرحله اول یه حموم مفصل میریم، فیگورامون رو جلوی آینه میگیریم، موهامون رو خوش میکنیم و تصمیم میریم که بریم لباس بپوشیم. خب لباسمون رو پوشیدیم، 3 شوها رو میاریم، سیمش رو تو برق میزنیم، سخت میره ولی میزنیم. خب 3 شوها رو روشن میکنیم و اینجاست که یادمون میاد ما اصلا مو نداریم. چی رو باید روشن کنیم؟ پس نتیجه میگیریم که با بغض بریم گریه بکنیم. خب الان آماده شدیم که بریم به دیت. اصلا بهت نمیخوره دختر جور کنی. تونستم توانایی دیگه، توانایی نه اینقدر خوشگلی دختر جورت میکنه. تو دختر جورت آخیش تو نفر چیکار میکنه؟ نمیدونم. با بفهمید چجوری زیده ما کردی؟ اصلا مگه این اول با من زید نبود؟ من با این دارم چت میکنم الان. هی خب بفهم خب بگو. حاجی برف برداریم برف کنیم سمت اونو. آقا بی پیدا کردم. نازنین ناز نکن، در به کسی باز نکن، نازنین قهر نکن. کپی رایت بخورید. اینجا برای چیه الان؟ نکن علی نه قشنگ داره قلب میزنه تو بالکن. جای خوبیه ناموسم، بارون و برف و اینا. داداشی کی میه؟ 1 ساعت منتظرم. ما نگاه کن 1 ساعت منتظرم کی میه؟ یه سری اشتباهات محاسباتی شده. چی شده؟ اول باید دختر جور کنی بعد بیای دیت. ما الان کجاشم؟ دیتشم. الان اومدیم دیت. خب بعد چیش؟